رسم ادب و میهمان نوازی خیر مقدم عرض میکنم خدمت وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت 14 دولت وفاق ملی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری و همچنین نماینده عالی دولت در استانهای خراسان رضوی و شمالی که به جمع ما اضافه شدن و خوشحالیم که در 2 روزی که لحظات پایانیش رو سپری می‌کنیم به لطف و حضور مستمر و پربار شما عزیزان دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی به سرانجام رسید. خیلی متشکرم از حضور گرم شما. در مورد میزگرد دوم من عرض بکنم خدمتتون. میزگرد دوم همونطور که عرض کردم پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش بنیان بود که البته ریاست پنل رو جناب دکتر روزبه بر عهده داشتن، رئیس محترم سازمان توسعه‌های همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی ریاست جمهوری که دبیر پنل جناب آقای حسن هاشمی نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی هستند که به جایگاه تشریف خواهند آورد جهت ارائه گزارش با تشویق شما. سلام عرض میکنم جناب آقای وزیر، مهمانان محترم. محتوایی که تقدیم حضورتون میشه چند هزار نفر ساعت کار کارشناسی توسط دوستان ما در اتاق بازرگانی، اتاق اندیشه ورزی استانداری خراسان، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و پارک فناوری اطلاعات کشور کار شده. منظورم از این مبحث هوش جمعی هستش که در این محتوا به کار گرفته شده. کار کارشناسی که برخلاف اون مدلی که در ساختار دولتی ما از یک خطکش استفاده میشه برای کارشناسی، در این محتوا از تمامی نخبگان، از نخبگان کسب و کارها، از نخبگان دانشگاهی، نخبگان دولتی، خصوصی و تجمیع آنها، خروجی آن شده میزگرد پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش بنیان. مبحث اول توسعه مراکز داده منطقه‌ای و زیرساخت‌های ابری مشترک، ایجاد خوشه‌های مراکز داده در خراسان با هدف میزبانی امن داده‌های منطقه، ارائه خدمات پردازشی ابری و توسعه بسترهای هوش مصنوعی و سافت‌ور از سرویس برای شرکت‌های فناوری کشورهای منطقه، تثبیت جایگاه خراسان به عنوان هاب داده‌های شرق کشور. مبحث دوم ایجاد سندباکس منطقه آزاد مجازی در خراسان بزرگ با هدف تسهیل فعالیت‌های نوآورانه، ثبت شرکت‌های فناور و صدور مجوزهای قانونی برای کسب و کارهای بین‌المللی حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان الگوی جدید حکمرانی هوشمند در فضای دیجیتال. مبحث سوم برگزاری نمایشگاه سالانه فناوری و تحول دیجیتال در شهر مشهد با مشارکت کشورهای منطقه آسیای مرکزی به منظور ایجاد شبکه همکاری میان شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها، نهادهای حاکمیتی منطقه با محوریت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، حکمرانی هوشمند و با هدف بازاریابی فناوری و شبکه‌سازی. تدوین استانداردهای مشترک منطقه‌ای، ایجاد نظام پذیرش متقابل استانداردها و آزمون‌های کیفیت میان ایران و کشورهای منطقه با محوریت خراسان به منظور تسهیل صادرات محصولات فناورانه و کاهش هزینه‌های صدور گواهی‌های فنی. مبحث پنجم تدوین بسته حمایت صادرات دانش بنیان و ایجاد کریدور صادراتی، طراحی برنامه جامع حمایت از صادرات فناورانه با تمرکز بر ایجاد دفاتر تجاری، تسهیلات لوجستیکی، ضمانت صادرات و ارتباط پایدار با بازارهای منطقه‌ای از جمله حوزه آسیای مرکزی، هند، روسیه، قزاقستان، چین و افغانستان. ایجاد بازار تهاتری صادرات فناورانه، راه اندازی پلتفرم رسمی برای تجارت تهاتری کالا و خدمات فناورانه، دانش فنی، نرم افزار، تجهیزات میان خراسان و کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات غیر نفتی و عبور از محدودیت‌های ارزی. هفتم، ایجاد درگاه IPG بین‌المللی مبتنی بر ارزرمز
توسط توسعه راهکار فینتکی برای پذیرش پرداخت‌های خارجی از طریق ارزهای جهانروا و تصفیه آنی ریالی جهت تسهیل صادرات دیجیتال، گردشگری سلامت، فروش خدمات فناورانه و سایر حوزه‌های دانش بنیان می‌تواند ابزار مالی امنی برای عبور از محدودیت‌های بانکی و افزایش تعاملات اقتصادی منطقه باشد. هشتم، همکاری با سازمان یونیدو سازمان ملل برای توسعه صادرات فناورانه، تعریف چارچوب همکاری میان استان خراسان و سازمان یونیدو جهت ارتقاء توان صادراتی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری‌های نو و با تمرکز بر استانداردسازی، مشاوره صادرات و گسترش بازارهای هدف در منطقه. پیشنهاد مصوبات: 1. تفویض اختیار ایجاد مرکز داده به استانداران با مشوق‌های منطقه آزاد. 1-2 جذب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فناوری روسیه و چین و ازبکستان هند. 1-3 تسهیل صدور مجوز همکاری از سوی سفارتخانه‌ها برای حضور شرکت‌های فناوری منطقه در پروژه‌های دیتا سنتر و اشتراک ظرفیت پردازشی. مبحث 2.1 تفویض اختیار ایجاد سندباکس منطقه آزاد مجازی به استانداران با مشوق‌های منطقه آزاد. 2.2 تسهیل صدور مجوز همکاری از سوی سفارتخانه‌ها برای حضور شرکت‌های فناور. 2.3 درخواست تبصره پیشنهادی الحاق به قانون برای ایجاد منطقه آزاد مجازی. مبحث 3.1 همراهی وزارت امور خارجه، سفرا و نهادهای بین المللی. 3.2 دعوت رسمی از هیئت‌های فناور و اقتصادی کشورهای منطقه از طریق سفارتخانه‌ها. 3 توجه جدی به برپایی پاویون‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های B2B و پروژه‌های همکاری فناورانه مشترک. 4.1 تفویض اختیار به استانداران خراسان رضوی و دو استان دیگه برای تشکیل کمیته استانداردهای مشترک و کشورهای هدف آسیای مرکزی، هند و آفریقا. 4.2 اجرای پایلوت در 3 حوزه منتخب فناوری دیجیتال، تجهیزات هوشمند و انرژی‌های نو. 4.3 پیشنهاد می شود سفیران کشورهای هدف هماهنگی فنی و اداری لازم برای پذیرش متقابل گواهی‌های استاندارد را تصریح فرمایند. 5.1 تفویض اختیار تدوین و اجرای بسته حمایت صادرات با استاندار خراسان رضوی. 5.2 تشکیل مرکز خدمات صادرات فناوری در مشهد. 5.3 سفارتخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های استانی در انعقاد تفاهم‌نامه‌های تعرفه‌ای، تسهیل روادید و هماهنگی لوجستیک مرزی برای صادرات محصولات فناورانه نقش فعال ایفا فرمایند. 5.4 حل چالش اخذ گواهی صادرات خدمات فنی و مهندسی کوچک مقیاس با تفویض تایید قراردادهای بین المللی به نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق با همکاری اتاق بازرگانی مشهد. 6.1 تفویض اختیار تشکیل بازار تئاتری به استان. 6.2 نقش پررنگ تسهیلگری سفارتخانه‌ها در معرفی بازارها، استانداردها، نیازهای صنعتی کشورهای خود به شرکت‌های فناور استانها. 6.3 امکان مذاکره مستقیم با طرف‌های اقتصادی از کشورهای آسیای مرکزی، چین، هند برای طراحی سازوکار تسویه دو جانبه. 7.1 تفویض اختیار استاندار بتواند مجوز اجرای پایلوت IPG را در سطح استانی صادر نماید. 7.2 سفارتخانه‌ها و راهزنان اقتصادی ایران در کشورهای منطقه همکاری در ایجاد مسیرهای مالی دو طرفه و معرفی پلتفرم‌های رمزارزی مجاز را تسهیل فرمایند. 8.1 تفویض اختیار امضای تفاهمنامه و اجرای پروژه‌های مشترک با یونیدو با استاندار محترم. 8.2 هماهنگی وزارت سمت برای تخصیص بودجه و تسهیلات صادراتی. سپاسگزارم از همه عزیزان.